الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، برادران و خواهران گیران قدر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. چنانه که وعده داده بدیم که ان شاء الله الرحمن در این ماه شریف مبارک رمضان آهسته آهسته از فضیلت و احکام و مسائل این ماه صحبت میکنیم. بنابر وعده دادگی همان امروز هم باشد یک چند احادیث از فضیلت این ماه مبارک رمضان برای شما عزیزان دل ترجمه و تفسیر نموده از الله ذوالجلال طلب میکنیم که توفیق عمل برای ما و شما نصیب گرداند. حدیثی را که تلاوت میکنیم متنش چنین است که عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. رواه مسلم. حدیث را که تلاوت نمودم، این حدیث را حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنند که فرمودند پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم: اذا جاء رمضان، وقتی که بیاید ماه شریف رمضان، فتحت ابواب الجنه، کشاده می شوند دروازه های بهشت. یعنی الله تبارک و تعالی به برکت این ماه شریف رمضان دروازه های بهشت را باز می نماید. این از لطف و مرحمت الهیش است بر بندگانش که بشتابند به سوی بهشت نازنین و به سوی نعمتهای بی مثل و مانندش که در بهشت بر بندگانش تیار و آماده نموده است. و غلقت ابواب النار، و بسته می شوند دروازه های دوزخ تا که بندگان مؤمنش به برکت این ماه شریف خود را به دوزخ نبرند و به طاعت و عبادت بکشند و دوری نمایند از کارهایی که سبب رفتن ایشان به دوزخ می شود. و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین، و همچنان زنجیر بند می گردند آن شیطانهای بزرگی که ضررهای بی نهایت زیاد می رسانند بر بندگان الله تبارک و تعالی، تا که بندگانش در طاعت و عبادت کوشش کنند و این شیطان ها بر ایشان خلل نرسانند. دروازه های بهشت باز شدنشان و بسته شدن دروازه های دوزخ و همچنان زنجیر بند شدن شیطان های سرکش، این همه یک هدیه و نعمت و مهربانی بزرگ الله بر بندگانش در این ماه شریف رمضان است. خوشا بر حال آنانی که این نعمت های الهی را غنیمت می شمارند و مشغول بندگی و عبادت ذات یک و یگانه می گردند. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت نمودند که حدیثی صحیح است.
و حدیث دیگری را که میخواهم تلاوت نمایم که در بابت فضیلت ماه شریف رمضان آمده است این است که عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. حدیث را همچنان حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند. می فرمایند که پیامبر بزرگوار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند که وقتی که شب اول ماه شریف رمضان درآید زنجیر بند می‌گردند شیطان‌های بزرگ و همچنان جن‌های سرکش و بسیار ضرر می آوردگی‌ها بر بندگان الله تبارک و تعالی. بخاطر چی؟ بخاطر آن که مردم روزدار را از راه نزنند و روزهایشان را ویران نکنند. و غلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب و بسهای دوزخ و تا آخر این ماه هیچ یک دری از این درها باز کرده نمی شود، برای آن که بزرگی این ماه شریف پیش رو است. بخاطر این ماه دروازه های دوزخ باز کرده نمی شوند. و فتحت ابواب الجنه فلم یغلق منها باب و باز کرده می شوند دروازه های جنت و محکم کرده نمی شود هیچ یک دری از درهای بهشت همچنان تا آخر این ماه شریف رمضان. و ینادی مناد و هر روز و یا شب ملائکه از ملائکه ها فریاد میزنند یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، که ای کسی که در جستن خیر و برکت در زندگی هستی بشتاب به سوی این ماه شریف. اکنون همه خیر و برکت در این ماه برای تو فراهم شده است. و ای آن کسی که از پی کارهای بد و ناشایسته هستی بگذار این همه کردار و رفتار بدت را و خاتمه بده و اقصر یعنی خاتمه بده به این کارهای بد و ناشایسته و رو به سوی الله مهربان و بی نیاز و بی همتا و غمخوار بنما. ولله عتقاء من النار و ذلك كل لیله. در دوام حدیث پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الله تبارک و تعالی رهایی و خلاصی می بخشنش از آتش دوزخ و این مهربانی و مرحمت الهی در هر یک شب از شبهای رمضان صورت می گیرد. و خوشا به حال آن بندگانی که چنین نعمتی بی‌بها که خلاصی و نجات از آتش دوزخ است برایشان نصیب می گردد. این حدیث را هم امام ترمذی رحمت الله علیه روایت نمودند. و حدیث سومینه که تلاوت میکنیم این است که همچنان عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اتاکم رمضان شهر مبارک
فرض الله عز وجل عليكم صيامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه البخاري ومسلم. و این حدیث را هم حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه، صحابی برگزیده از اصحاب پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم روایت میکنند که پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمودند که الصلوات الخمس، نمازهای 5 وقته که ما ادا می نماییم، و الجمعة الی الجمعه، و هر یک جمعه که ما میخوانیم تا جمعه آینده، و رمضان الی رمضان، و همچنان هر یک رمضانی را که ما روزه میگیریم تا رمضان آینده. اینها همه عبادت های هستند که مکفرات لما بینهن، پاک می سازند گناهانی را که از انسان سر می زند در بین این عبادت ها. فقط کدام گناه ها؟ فقط گناه های صغیره را، یعنی گناهان خرد به مثل دشنام دادن، دروغ گفتن، غیبت نمودن و دیگر گناهان صغیره. اما گناهان کبیره یعنی گناهان بزرگ را پاک نمی سازند. و گناهان کبیره فقط به توبه و ندامت به مثل شرک آوردن به الله و تهمت زدن زنهای پاکدامن و نافرمانی پدر و مادر و غیرها، اینها را رمضان و نمازهای 5 وقته و نمازهای جمعه پاک نمی سازند. اینها تنها و تنها با توبه و استغفار و ندامت و پشیمانی پاک می گردند. و این حدیث را هم امام بخاری و مسلم رحمت الله علیه روایت نمودند. و در آخر برادران و خواهران گران قدر و مهربان، دست دعا می برداریم بر سوی ذات یکتا، از صدق دل می گوییم یا ربنا فرحمنا، که اولی ماه 10 روز اولی ماه شریف رمضان است که ماه رحمت است. دعا میکنیم که الله ذوالجلال رحمت بیکران خیش را شامل حال ما و شما و جمله بندگان مؤمنش در سراسر جهان بگرداند و به برکت این ماه شریف رمضان این مشکلی ها، این بیماری هایی که بالای امت اسلامی آمده است رحم و شفقت نموده، این بیماری ها و این مصیبت ها را از سر ما و شما و تمام خیش و تبار و اهل و اقربا و تمام امت اسلامی دور نموده و تمام خوشی های زندگی را برای ما نصیب بگرداند. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله.